دوستان عزیز سلام. با آموزش گام به گام ثبت نام لاتاری در خدمت شما عزیزان هستم. این برنامه کاملا به صورت رایگان به شما عزیزان ارائه میشه. خب یه نکته دیگه این که دوستان ببینید هر کدوم از ما یک شانس رو برای برنده شدن در لاتاری داریم. اینکه شما سعی نکنید مثلا 2 بار 3 بار 5 بار 10 بار ثبت نام کنید و فکر کنید که خب این شانس 10 برابر میشه. نه، شما فقط یک بار هر ساله دارم عرض میکنم، یک بار این فرصت رو دارید که با اطلاعات درست، این خیلی مهمه، با اطلاعات درست و صادقانه بیاید ثبت نامتون رو انجام بدید. سعی کنید خارج از اون اطلاعات نادرستی رو به سایت ندید. نکته ای که هستش، ببینید این سایت کاملا به صورت یک سایت هوش مصنوعی هست، یعنی به صورت کاملا اصطلاحاً کامپیوتری کانفیگ شده و کاملا یک چارتی رو داره که فرد نمیاد بخواد مثلا بگه خب اوکی این شخص حالا مثلا یک بار ثبت نام کرده، حالا 2 بار متوجه نشه، 3 بار، نه، این کاملا به صورت کامپیوتری است و مشخص میشه که شما 2 بار 3 بار 4 بار ثبت نام کردید. همون یک بار کافی هستش. عرض کردم برای اونهایی که متأهل هستن، زن و شوهر 2 بار شانس رو دارن. برای فرد مجرد که اصطلاحاً زیر 21 سال هست جزء خانواده محسوب میشه و خانواده میتونن اون شخص رو با این سن زیر 21 سال جزء اطلاعات خانواده خودشون ثبت کنن، ولی بالای 21 سال رو شخص مجرد به عنوان یک شانس میتونه خودش رو و نام خودش رو اصطلاحاً ثبت نام کنه. و نکته‌ای که هستش، ببینید تمام این مراحل از طریق اصطلاحاً به صورت سیستمی انجام میشه و جای تقلب نداره. شما این ذهنیت رو نداشته باشید که به راحتی میتونید فلان قسمت مثلا این چیز اضافه رو بزنید یا بتونید مثلا به صورت اینکه صداقت نداشته باشید چیزی رو پر کنید، چون بعدها که شما میرید برای مصاحبه توی به اصطلاحاً سفارت حالا اون کشور و اونجا قراره بر این هستش که شما یه گفتگوی کوتاهی رو با کاردار اون سفارت داشته باشید، اون صداقت رو قطعا از شما میخوان. اگر حس کنن جایی رو شما دارید متاسفانه دروغ میگید و به دروغ چیزی رو ثبت کردید، مطمئن باشید که اون پذیرش شما مورد قبول قرار گرفته نمیشه و به شما ویزای اون کشور رو نمیدن. پس بسیار بسیار مهمه که صادقانه برخورد کنید و صادقانه فرمتون رو پر کنید و این که شما اگر در لاتاری برنده بشین و اسمتون باشه دلیل بر این نیست که اوکی پس الان شما رو پذیرش کردن و برید. خیر، شما بعد از اینکه برنده شده تازه یک تایم مصاحبه و گفتگو دارید که باید مشخص بشه که اون صداقت در چهره شما، در کلام شما و در چیزی که در فرمی که مکتوب کردید باید دیده بشه. این بسیار بسیار مهم هستش.